کامل جان میگم همین هفته اخیر این خنکی اومد این تومان این خنکی این برف باور کن یعنی این خنکی رو یخچالک میبنده عجایب گام میزنی کامل جان با داره خنکی آدم تست گشنه میمونه البته تست گشنه خیلی فصل شد میزنم برف میزنم همین خیلی چیکار کنیم دیگه نه کامل جان میگم که چی همگی هم اینو بستی چینجه هم پایان چه کدوم خونه من میرم یه نونی گرم میارم نونی گرم میخریم گرم میشه بیای عجایب گام میزنی سعید جون حالی خونه ما میریم یانگت میگیم یا نونی گام دارم دیگدون اکو چاکدون انم دم میپازم میخریم انا روحت نونی چاکدونی را ببین با مدد بگو چه خیال بده رفتیم ها با نون بپزم با چه خیال میپازه رفتیم رفتیم خیلی باشه ای تخار آمدم ای تخار آمدم کلاب میرم جانم کتیار آمدم بیار میرم جانم کتیار آمدم دستا بگرد لالا بجنجور آمدم بیمار میرم لالا 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 چو سراسی من رفتیم میرم اینجا میرم پیشینی میکی میرم یک پچه پرتو من مهمون آوردم خونم مهمون اینا سعدی جون آوردم در مرحمت سعدی جون مرحمت خوش اومدید مرحمت حالا که گوش که من ازانک در رفته خمیر میکنی یه خرق ورده که خمیر میکنی یعنی اونی گرم میپزی ما سعدی جون قدی میخریم اکر یخ کدیم در بیرون بالاتر بشی بالاتر خمیر که میگم زنک جون یعنی اونی گرم بپس کدی سعدی بخریم مخی یخ کدیم بیرون گوش که مردک ایزانا میکشی در خونه یک گرد آر نیست ایوت مرا میگی که خمیر کنونی گرم پس ما بخرم در خونه آر نیست؟ نه خواهی آر کی نباشه؟ فطیر بپس؟ من از ماه و ستاره به قلب پاره پاره تو را جویم که بینم دوباره من از نم باران گلی آس خیرامان تو را جویم زیکو عشق و ارمان همه رنگی بهاری دل گشت خماری پروای نداری لیلی لیلی میدانی تو مام به تو هم لبخندی تو خواهم لیلی لیلی هم رنگی بهاری دل گشت خماری پروای نداری لیلی لیلی میدانی تو مام به تو هم لبخندی تو خواهم لیلی لیلی مردک ای مردک ها میگم برا من یه سوی ترشک بیار خیلی سوی سرخک نه سوی سوزک کو ترشک ها میمرم شه خوزی بیرم میارم سوی ترشک اخیا من برای که میمرم زنک جان یه ترشک اینه خوزی میرم برای که سوی ترشک میارم هکا سیو نداره سیو هکا سیو نداره ای بچه اوستاتر گبزنی نمیشوه تو دا اینجا آدمو کرن آدم که مگزین دارم اوستا ملوی من گم میزنم دو تا دیسی تو دا کنه یکون کسی جا چه خیلی شو بندر کرد فهمیدی اکا؟ ساعت بر وقت میخیزی خانجی نگفته که میگیرن میورن میکشین توز اخشرو همون نرخ میفروشین همون نرخ ساعت پویز یه بابا کام خیلی که کاره این بزرگ خیلی که اینو میدونی خیلی که بیا گوشت ارزان کنیم گوشت یا شکر السلام علیکم علیکم السلام اکا سادی سازی جیجی رحمه شما نده اکا شکل نه خدا فرزنده سوده گوشت یا شکر نه کشته مینه خانجی یا شکر ده کیلو گوشتک بخری ببری یا قطع کنی خانه ده مورا فایرات کنی در حق بابی دعا کنیم نمیشوه خیلی نصیب باشه میشه اکا جون رحمه کار میشه من همه میشه انشالله میشه هم خیلی ساخته اکا عمیق فایرات میکنیم انا خیلی جوره خیلی ریزه میکنیم مایده ریزه میکنی که یا میشکنی ده اصرف نشوه سودا دینگی ده امروز سوستر دینه کم در خنک بود هوا مردم کم بر اومد آخه بزرگ کم در اومدن هم خیلی السلام علیکم علیکم السلام سلامتیت خوبه اکا تیجی رحمت اکا جون کجایی ده میگم کار میکنه که راه تونیم با پیش ما ساکت کاری دولت اکا سلامت باشی مرحمت کنه خیلی گوش بگیره نکا میشه بچه چه خیلی بچه یاسی کم تر سختاوی باد کیرم کم 1 کیلو گوشت بگیری
خانه ببری اوقات کنی مرا کدی یکم فایرات کنی بخریم در حق بابی دعا کنیم نمیشوه همین نصیب باشه خداوند راضی باشه میشه رحمت رحمت سختشانه پارتوفی این اکا جان سلامت باشی با بیاین اکا خبر بگیرین دیر خبر میگیری اکا بیا تیز خبر بگیرین همین دکانی ما اکا جان نام حساب بگیرین فراموش نکنین سیو خلالی السلام علیکم علیکم السلام تو دی اکا سعدی سخت انگلیش نمیخرم سلامتیت خوبه مرحمت کوشی یا شکر اقلا 1 کیلو هم نگیری 2 کیلو هم نگیری 1 کیلو بگی همین را بر خونه تا یا اقوتا که با مزه که ما را کدی اکم فایرات که ما بخریم در حق بابی دعا کنیم نمیشوه اکا جان شما تشویش نکشید دینشا بابیم در خوم در اومد گفت که اکرش که قطیم بشه مرده بکش همی سویت خوب ریم و این نیست پیشاش ده تو خون نداری زنه که ای کجا خوم برا ای کجا خوم برا او چی ده خون نداری مردک سلامتیت سوزه خوردن و پوشیدن و گشتن تو میدونی تو درد دلیم را ای کجا میدونی اوخه چی گپه بفهمون ما اوخه چی گپه چی گپای این همه همسایی اون طرف دیوار چه کده؟ همه توی دختر ما 10,000 تومان خواست گرفتیم این 1 سال شد 1 هفته شده که بیزور کرده که میاری هم پولا ای مردک سوده های مردک در بدیوالمو برای همه قطره خونه میبره ای کجا میبره از بست مردک از بست همسایه همسایه لبن همسایه همی شوی ما ایت قرض داره قرض داره همون را خیلی با شب روز نمیشید اخی همسایه با میوردی سهن میدونین اخی گوش که همسایه شوی ما که ایت قرض دار باشه اما پولی قرضه نمیتیاته چه فهمیدی؟ چه نمیتیا؟ این هم خیلی نمیتیاته فهمیدی؟ دوای خوابی خوش آی برفتی؟ گوش که مرده با حضر خوره با نوبتی وای چه؟ اما که همسایه تا سهره به دور میسته